یه گل پسری بود، ایشون صدای خیلی خوب داشت، یک آهنگ خیلی خوب برای امام رضا خونده بود. بعد به من میگفت من فقط در خدا با شما اشتراک نظر دارم. یعنی مثلا دینم قبول ندارم. گفتم بچه برای امام رضا خوندی؟ خیلی هم قشنگ خونده، شعرش هم مال خودش بود، ملودی هم مال خودش. گفتم خیلی شعر قشنگ، واقعا هم تاثیر. تو چه حالتی اون شعر خونده بود دیگه نمیتونم بهتون توضیح بدم. خب گفتم بچه رو برای امام رضا اینو خوندی؟ گفت امام رضا مثل شماها نبود. رفتم وایستادم جلوی در حرمش، نه از دینم پرسید، نه ازم پرسید چند رکعت نماز خوندی، نه ازم پرسید از کجا اومدی، نه ازم پرسید سابقت چیه، نه ازم پرسید برو استعلام بگیری از کجا بیاد، نه ازم سوء سابقم پرسید، از هیچی. خواستم داد کف دستم برو. نه از دینم پرسید، نه ازم پرسید چند رکعت نماز. اهل بیت اینجوری بودن. طرف رفته بالا نردبون داره میخ میکوبه، چی میکوبه، چکش بود، سنگ به دستش طرف افتاد رو سر فرزند امام سجاد. اون بچه مرد. داشت از اون نردبون ترسید، از اون پلکان داشت میومد پایین. حضرت فرمود آروم بیا، یه وقت ترس نیفتی برای سرت بیاد. عجیب واقعا. ترسید اون غلام، ترسید، گفت آروم بیا، یه وقت این ترس و اضطراب باعث نشه بیفتی. بعد ادامه داد نه ترس، کاریت ند، نه ترس، آزادت کردم. فکر کردی امام باقر، امام صادق 4000 تا شاگرد دارن، از کجا آمدن؟ اینا احسان دیدن از پدر امام باقر حضرت سجاد. اینا میگن 50,000 برادر آزاد کردیشون. انسانیت رو نه در حرف، در عمل بهشون میچشوند. به وجود سلولشون محبت و احسان و احساس میکردن. سلولشون. این درس بزرگ ما این مسیر بگیریم. بردیم، اصلا ظهور رو جلو میندازیم. چون امام زمان میفرماد شما اجتماع نداره قلوبتون به هم احسان نمی کنید. هوا همون نداره. اگر داشتی سعادت دیدار ما از شما گرفته نمیشد. اصلا راهپیمای 40 درست شده که امام زمان ظهور کنه. دانشگاه دیگه این دانشگاه سالی 10 روزی درسی رو برمی‌داره، دوره ویژه است. درساشو پاس میکنید بعد بمونه تو ذهن.